توهین به خلفای راشدین. بلکه نهضت آقا ابا عبدالله یه عوامل کلی در طول تاریخ دارد و یه عواملی هم در زمان حکومت یزید. و عوامل کلی از همان سقیفه بنی ساعده شروع میشد که هنوز کفن پیامبر نخشکیده بود، نشستن جنایتکارهایی در سقیفه بنی ساعده، و حکومت حقه امیرالمؤمنین که حکومت دینی بود که پیامبر بارها علی رو بعد از خودش معرفی کرده بود، به صرف اینکه علی جوان است، به صرف اینکه علی مثلا شوخی میکند یه مطالب واهی نسبت به حضرت دادن و سرانجام حضرت رو حق مسلمش رو گرفتن و چنین اصرار در کارشون داشتن که حتی یگانه دختر پیامبرم به شهادت رسوندن و امیرالمومنین رو با وضع بسیار دردناکی بدون ردا، بدون امامه، ریسمان به گردنش انداختن و بردن در مقابل خلیفه اول و خواستن با او بیعت بکنن و گفتن فلانی بزرگتر هست که پدر او در اومده بود، گفته بود اگر بنا به بزرگتری است من بزرگتر از فرزندم هستم. و حضرت رو 25 سال خانه نشین کردن و 3 خلیفه غصب حکومت کردن. همیشه کسی که بدون دلیل و مدرک حرف میزند به بدگویی و توهین و حقد و کینه متوسل می شود. این آخوند با جنایتکار خواندن کسانی که الله در قرآن از آنها اظهار رضایت کرده است میخواهد چه چیزی را به اثبات برساند. پس از رحلت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، مهاجرین و انصار در سقیفه بنی ساعده گرد هم آمدند و با شورای ایجاد شده حضرت ابوبکر رضی الله عنه را به خلافت برگزیدند. برخی کوردلان دائم بر این تجمع صحابه زبان اعتراض می‌گشایند و آن را توطئه‌ای علیه حضرت علی رضی الله عنه جهت غصب خلافت الهی می‌دانند. کدام خلافت الهی؟ به کدامین دلیل و مدرک چون این خلافتی را برای علی ابن ابی طالب رضی الله عنه ثابت می‌کنید؟ اگر بخواهید چون این خلافتی را با حدیث غدیر خم ثابت کنید، باید بدانید که سخت در اشتباهید، زیرا هیچ یک از کسانی که در روز غدیر خم حاضر بوده و خطبه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را شنیده در سقیفه بنی ساعده هیچ ذکر و حتی اشاره‌ای به آن نکردند و پس از آن هم در تمام دوران خلافت خلفای راشدین کسی در موضوع زعامت مؤمنین بدان استناد نکرده، تا اینکه تفرقه افکنان پس از سالها بدان تمسک جستند و اساس تفرقه را پایه‌ریزی کردند. چون این خود امیرالمؤمنین علی رضی الله عنه و طرفداران او از بنی هاشم و غیره در سقیفه و پس از انتخاب ابوبکر به خلافت سخنی از آن به میان نیاوردند و به منسوسیت آن حضرت به این حدیث استناد نکردند. اصلا معلوم نیست که این آخوند خزعبلاتی مانند انداختن ریسمان به گردن علی رضی الله عنه را از کجا پیدا کرده و آن را نقل می کند. این آقا ادعا می کند که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بارها علی را بعد از خود به عنوان جانشین معرفی کرده بودند. بنا به کدام دلیل قانع کننده ای؟ و میگوید این اصحاب دختر گرامی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را به شهادت رساندند. همسر علی رضی الله عنه را به شهادت رساندند. بعدش علی رضی الله عنه نشست و نگاه کرد و بعدش هم نعوذ بالله از ترس بود که دم هم بر نیاورد. چون این افراد مغرضی بدانند که الله متعال در وصف صحابه کرام می‌فرماید والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم
بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظیم. الله از پیشگامان نخستین مهاجرین و انصار و کسانی که به نیکی از آنان پیروی نمودند راضی است و آنان نیز از الله خوشنودند و الله برایشان باغهایی آماده کرده که از زیر آن جویبارها روان است و جاودانه در آن میمانند. این رستگاری بزرگ است. و چنین اصرار در کارشون داشتند که حتی یگانه دختر پیامبرم به شهادت رسوندند. و چنین اصرار در کارشون داشتند که حتی یگانه دختر پیامبرم به شهادت رسوندند. یکی دیگر از توهین‌های شیعیان رافضی به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم این است که دختران دیگر آن حضرت غیر از فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها را انکار می‌کنند و می‌گویند که زینب، رقیه و ام کلثوم دختران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیستند، زیرا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دو دختر خود رقیه و ام کلثوم را به عقد ازدواج سیدنا عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه درآوردند. اما الله متعال در آیه 59 سوره احزاب این دروغ روافض را آشکار می کند. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ای پیامبر، به همسران و دخترانت و به زنان مؤمن بگو چادرهای خود را بر خویشتن فرو پوشند. این پوشش به این که به پاک دامنی شناخته شوند نزدیکتر است و بدین ترتیب مورد آزار قرار نمیگیرند و الله آمرزنده مهربان است. بینندگان گرامی، به این آیه مبارکه توجه کنید. الله سبحانه و تعالی خطاب به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید قل لازواجک و بناتک، یعنی به همسران و دخترانت بگو. اگر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فقط یک دختر و آن هم فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها داشت، پس چه نیازی بود که الله سبحانه و تعالی به صیغه جمع دختران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را در این آیه مبارکه ذکر کند؟